وقتی که به جنگ‌های داخلی فکر میکنید، غیر از کشور خودمان کدام کشور دیگر به فکرتان میرسد؟ سوریه، میانمار، سودان، سومالی. اما کشور دیگری هم هست. بروندی، کشوری در قلب افریقا و بدشانسترین کشور دنیا را بشناسید. بر اساس آمار سازمان ملل فقیرترین کشور دنیا به حساب می آید. برای شنیدن معلومات فقیرترین کشور دنیا با یوتیوب چینل اسکندری پلاس همراه باشید. ویدیو ما را لایک و با دوستانتان شریک نمایید. با کامنت های خوب برای تهیه ویدیوهای بعدی و با فشار دادن دکمه سابسکرایب از ما حمایت کنید. بروندی یکی از کوچکترین کشورهای قاره افریقا است. پایتخت آن گیتگاه و بزرگترین شهر آن بجومبورا است. کشور بروندی با آبهای آزاد راه ندارد. از شمال با رواندا و از جنوب با تانزانیا مرز مشترک دارد. مساحت بروندی 27834 کیلومتر مربع می باشد. زبانهای رسمی این کشور فرانسوی و انگلیسی هستند. واحد پول آن فرانک بروندی نام دارد. 85% از جمعیت این کشور از قوم هوتو، 14% توتسی و 1% هوا هستند. درصد مسیحیان در بروندی بین 80 تا 90% جمعیت برآورد می شود. 5% جمعیت نیز با باورهای بومی اعتقاد دارند و بین 2 تا 5% نیز مسلمانند که بیشتر در شهرهای اصلی زندگی می کنند. در سالهای 1993 تا 2006 جنگ داخلی میان شورشیان از قوم توتسی ها و نیروهای ارتش در گرفت. این درگیری های قومی در آن موقع به قیمت جان حدود 300,000 نفر تمام شد. کشمکش های پاکسازی قومی و در نهایت دو جنگ داخلی و نسل کشی ها در دهه 1970 و بار دوم در دهه 1990 مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور گردید که در نتیجه جنگ داخلی یکی از فقیرترین کشورهای جهان به حساب می آید. در سال 2015 آمار سواد 85.6% که از جمله 88.2% مرد و 83.1% زنان بوده است. یکی دیگر از مشکلات بزرگ بروندی فرزند آوری بالای آنهاست. خانواده ها با آگاهی مشکلات بد اقتصادی، بهداشتی و مرگ میر فرزندانشان در سنین پایین باز هم خواهان داشتن فرزندان بیشتر هستند. از هر 5 کودک یک کودک بنا به نبود غذا جانش را از دست می دهد. بعضی از فامیل ها برای نبود غذا بچه هاشون را در خیابان ها رها می کنند. 16% جمعیت این کشور به اینترنت دسترسی دارد. پرچم بروندی با 3 رنگ نشان دهنده 3 قوم در این کشور می باشد. در جنوری 2016 سازمان ملل متحد جمعیت بروندی را به 10,524,000 نفر برآورد کرده است. این در حالی است که این کشور در سال 1950 میلادی تنها 2,045,000 نفر جمعیت داشت. نرخ رشد جمعیت بروندی 2.5% در سال است که بیش از 2 برابر میانگین جهانی می باشد و یک زن بروندایی به طور متوسط 3 تا 6 فرزند دارد که تقریبا 3 برابر میزان باروری بین المللی است. بروندی در سال 2012 پنجمین میزان باروری بالا را در جهان داشته است. تراکم جمعیت حدود 425 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد. یعنی دومین تراکم بالای جمعیت را در میان تمام کشورهای صحرای افریقا دارد. در هر چند متری بچه های زیادی پابرهنه دیده می شود. بروندی ها داشتن فرزندان بیشتر را نعمت می دانند. در هر 33,000 نفر تنها 1 نفر دکتر طبیب در ساختار صحی و طبابت مشغول می باشد. بروندی که مستعمره سابق بلژیک بود و تحت نظارت سازمان ملل اداره می شد، در سال 1962 به استقلال رسید. نظام سیاسی این کشور در ابتدا سلطنتی بود، اما مجموعی از ترورها، کودتاها و وضعیت کلی ناامنی منطقه‌ای برپایی جمهوری و نظام تک حزبی در این کشور در سال 1966 انجامید. بروندی تنها یک دانشگاه عمومی دارد به نام دانشگاه بروندی. در شهرهای کشور چند موزه نیز وجود دارد، مانند موزه زمینشناسی بروندی در بجومبورا و موزه ملی بروندی و موزه حیات بروندی در گیتگاه. اقتصاد این کشور عمدتاً بر پایه کشاورزی استوار است که در سال 2017 میلادی
50% از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. عاید سرانه کشور بروندی $25 در سال در کمترین عاید سرانه در میان کشورهای جهان به حساب می‌آید. $1 آمریکایی معادل 2857 فرانک بروندی ارزش دارد. صادرات اصلی کشور بروندی قهوه و چای میباشد. از آنجا که کشاورزی صنعت اصلی است، غذای معمولی بروندی بیشتر شامل سیب زمینی، شیرینی، زرد، جواری و نخود می شود. با توجه به هزینه‌های درآمد مردم، گوشت تنها 1 و یا 2 بار در یک ماه خورده می شود. بروندی سیومین کشور کم مصرف گوشت بعد از بنگلادش و هند است. دوچرخه سواران با پاهای برهنه مشغول به کارند. یک بروندی 200 سال روزانه با 14 ساعت بدون وقفه کار کند تا معادل عاید یک ساله یک شهروند عادی آمریکا را به دست بیاورد. بروندی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که راه نداشتن به آبهای آزاد، قوانین بد، نبود آزادی اقتصادی، عدم دسترسی به آموزش و پرورش و گسترش مرض ایدز در این وضعیت صحیح ماند. تقریبا 80% از جمعیت بروندی در فقر زندگی می‌کنند. در سراسر بروندی به ویژه در قرن 20 قحطی و کمبود غذا رخ داد و بر اساس برنامه جهانی غذا 56.8% از کودکان زیر 50 سال از سوی تغذیه مزمن رنج میبرند. درآمدهای صادراتی بروندی و توانایی این کشور برای پرداخت وارداتش اساساً به شرایط آب و هوا و قیمت بین‌المللی قهوه و چای وابسته است. سپاس از اینکه تا آخرین ویدیو با ما بودید. ما با مطالب جالب و برنامه‌های معلوماتی جدید در ویدیوهای بعدی در خدمتتان خواهیم بود. در هر جایی هستید صحتمند و سرفراز بمانید.